سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. ما اینجا طبق روال هر هفته روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. من امروز میخوام یکی از مرباهای بسیار خوشمزه و مخصوص تبریزی رو خدمتتون آموزش بدم. مربای زردآلو با شیره زعفرونی. حالا بریم سراغ طرز تهیه این مربای بسیار اصیل و خوشمزه. مواد لازم: زردآلو 1 کیلوگرم، شکر 2 لیوان یا 600 گرم، جوهر لیمو 1/4 قاشق چایخوری یا آب لیمو 1 قاشق غذاخوری، زعفران 2 قاشق غذاخوری. خب ابتدا ما هسته زردآلوها رو میگیریم. زردآلوها باید یه حالت متعادلی داشته باشن. اگه زیاد رسیده باشن له میشن و اگه نرسیده باشن زیاد طعم خوبی نخواهند داشت. پس یه حالت متعادل خیلی مناسب خواهد بود. من هسته ها رو طوری میگیرم که در واقع میوم زیاد له نشه و فقط هسته ها ازش بیرون بیاد به این ترتیب. الان من داخل قابلمه‌ای که مورد نظرم هستش کفش زردآلوهامو میچینم 1 لایه و 1 لایه شکر بهش اضافه میکنم. بچه دقت داشته باشید که تقریبا حجم زردآلوها 2 برابر خواهد شد. پس ظرفی رو که میخواین انتخاب بکنید سعی کنید ظرف نسبتا بزرگی باشه تا بعدا اذیت نشید. ما اینها رو لایه لایه میچینیم و شکر رو میریزیم روش و بعدا انتقالش میدیم داخل یخچال. حدود نصف روز باید بمونه تا کاملا آب بندازه، با شیره کاملا مخلوط بشه. ببینید الان من از یخچال در آوردم. زردآلوها یه مقدار آب انداخته بودن و من حدود نصف پیمانه آب جوشم بهش اضافه کردم و مخلوطش کردم. ببینید نیاز نیستش که حتما آب جوش اضافه کنید. همین که بذاریم روی حرارت شکر خودش کم کم شروع میکنه به آب شدن و میتونید داخل همونم بپزید. ولی یه مشکلی که هست، بعضی وقتا شکر شروع میکنه به سوختن و بعد دردسر ایجاد میکنه. من برای اینکه همچین مشکلی پیش نیاد از همون ابتدا نصف پیمان آب جوش بهش اضافه کردم. حرارتی که برای پخت زردآلو لازمه کاملا باید متوسط باشه. اگه حرارتتون خیلی بالا باشه باعث میشه که بعدا شکرک بزنه مرباتون. اگه هم حرارت خیلی کم باشه باعث میشه که زردآلوها تا بپزن له بشن و فرم جالبی در نمیاد. خب همینطور که توی تصویر میبینید مربامون شروع کرده به جوشیدن و بعد از اینکه به جوش میاد شما یه کفهای سفیدی روی مربا میبینید که این کفها بهتره که ما جمعش کنیم. هرچند که بعدا هم میتونید اینو از روش جمع بکنید ولی در همین حین اگه جمع کنیم مرباتون خیلی شفاف و زیباتر در میاد. من اینها رو آروم آروم با قاشق جمع میکنم و سعی میکنم که مربام از همین ابتدا حالت خیلی شفاف و مناسبی داشته باشه. یه نکته رو هم بگم بچه‌ها، حدود نیم ساعت طول میکشه تا مربای زردآلو به اون قوام مناسب برسه و آماده بشه. ولی بسته به جنس زردآلوهایی میتونه متفاوت باشه. حالا اگه سفت‌تر بود بیشتر طول میکشه و اگه خیلی رسیده تر بود کمتر. الان میبینید که زردآلوهای من کاملا پخته شدن و به این حد که رسید دیگه تقریبا کاملا پخته هستش و من جوهر لیمومو بهش اضافه میکنم. جوهر لیمو 1/4 قاشق چایخوری بود. میتونین به جاش 1 قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه بکنید. خب الان دیگه مربامون کاملا آماده شده و من الان زعفرون رو بهش اضافه میکنم. حدود 2 قاشق غذاخوری برای مربا کافیه. دقت داشته باشید که زعفرون رو من آخر سر میریزم تا عطر و طعمش همینطور رنگش حفظ بشه و مربامون رو خیلی خوش‌طعم و خوش رنگ در بیاره. خب الان ترکیبش میکنم کاملا و زیر شعله رو خاموش میکنم، میذارم داخل یخچال. دیگه آماده است تا بریم برای سرو. به به، بسیار بسیار عالی، مربای بسیار بسیار خوش رنگ
و خوش‌طعممون آماده شده. رنگ زرد فوق‌العاده‌ای داره. همونطور که قبلا دیدید من بهش زعفران زده بودم که خیلی موثره در رنگ و همینطور طعم این زردآلوهامون. خب دوستای عزیزم، همونطور که میبینید من شیره زردآلو رو هم توی ظرف مناسب ریختم و همراه مربا دارم سروش میکنم. این شربت بسیار مقوی و بسیار هم خوشمزه هستش. طعم زعفرونیش هم که دیگه واقعا محشره. دوستان عزیزم، امیدوارم که این مربای بسیار اصیل و خوشمزه رو تهیه کنید، همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.